من نگهدارم تو باشی. کجا پروا کنم از وهم محشر مگر جان و طلب دل پروای قیامت. اگر یاری وفادارم تو باشی نترسم اصل نسازم اصل پروای قیامت. اگر یاری وفادارم تو باشی ندارم ذره اندوهی دوزخ در آنجا گر خریدارم تو باشی. ندارم ذره اندوهی دوزخ در آنجا گر خریدارم تو باشی. نسوزد یک سری موی جنونی و این الطاف اگر یارم تو باشی. نسوزد یک سر موی جنونی و این الطاف اگر یارم تو باشی. نگارایون یار و دل دارم تو باشی. مراد از سیر و گل دارم تو باشی. ز دشمن ذره باکی ندارم به هر حال مددگارم تو باشی. به هر حال مددگارم تو باشی. اللهم صل و سلم و بارک علیه. امروز صحبت ما عزیزان درباره صلوات شریف و صلوات گفتم به پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم می شود. عزیزان من چونکه باعث ایجاد این دنیا از توفیلی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اگر پیغمبر نمی بود دیگر دنیا کجا بود؟ اگر پیغمبر نمی بود قرآن کجا بود؟ اگر پیغمبر نمی بود سمای کبود کجا بود؟ اگر پیغمبر نمی بود این زمین و آسمان و فلک کجا بود؟ همش به توفیلی رسول الله صلی الله علیه و سلم عزیزان من به دنیا آمده است. حتی اینکه در عباره ها لولاک لما خلقت الافلاک میگه ای محمد اگر نمی بودی تو من این دنیا رو نمی آفریدم. همش به توفیل محمد صلی الله علیه و سلم است. باید عزیزان من ما و شما این خدمت پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم از جان و دل بکنیم و دائم انشاءالله سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده گردوندن همه ما شما حرکت کنیم. عایشه صدیقه این حدیث روایت میکند کسی که میگه الله دوست می‌دارد و دائم الله میگه ذکر میکند. دائم سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله محمد رسول الله دائم میگه در ذکر میشود. کسی که میگه دائم در یاد الله است و ثمره این میوه این گفتن عایشه مادر و چی است؟ یعنی الله سبحانه و تعالی همون بنده را بر رحمت سزاوار میکنه عزیزان من. و یکی دیگری میوه سبحان الله الحمدلله چی است؟ انشاءالله الله سبحانه و تعالی گناه همون بنده ذاکرا الحمدلله مغفرت میکنه عزیزان من. و یکی دیگرش الله سبحانه و تعالی روز قیامت حشری همین بنده را الله سبحانه و تعالی با همراهی انبیا و اولیاء و دوستای خودش با همراهی پیغمبر علیه السلام با همراهی ابوبکر و عمر و عثمان و علی یک جای انشاءالله خدا در جنت میکند. و ثمره این ذکر میگه بهترینش چی است؟ الله سبحانه و تعالی این آدم ذاکر فقط جنت نخلاقت انشاءالله سزاوار میگرداند. و بهترینش با چی است؟ انشاءالله الله سبحانه و تعالی در جنت افضل نعمت ها این دیدن الله سبحانه و تعالی است. همه ما آرزو میکنیم، همه ما عروس در نماز ادا میکنیم پروردگارا مرا بر رحمت خودت مرا از انشاءالله شفاعت رسول الله لایق
و من از جنت جاودانت الها پروردگارا و دیدارت مشرف کن. یک آرزو داریم، اینم باشد دیدار الله است. فقط در جنت داخل میشیم عزیزان من. خدا میگفته است که ندا میکند شما در دنیا یک آرزو داشته، بیان چی بود؟ آرزوی شما دیدار من بود. انشاءالله کسانی که وارد جنت جاودان میشوند و طاعت و عبادت و ذکر خدا و داشتن ماه شریف رمضان و عملای خوب شو، انشاءالله روز قیامت الله به دیدارش خدا خواهد انشاءالله ما و شما نفشار مسلمان یعنی سزاوار میگردوند و برخوردار میگردوند. چون که در جنت از دیدن خدا بهتر نعمته. چون که ما در دنیا خدا را ندیدیم لیکن آرزو داریم. این مکم میزند انشاءالله فرمانی و الله هم بجا میاریم خدا خواهد و وقت نماز میگیریم، روزه ماه شریف رمضان میگیریم، زکات میتیم، حج میکنیم انشاءالله خدا خواهد. چی در دنیا چی نمودهای خوبی هایی که الله در پیش گذاشته است برای رضای خودش، امروز برای رضای مخلوق، برای یک ماشینچه، برای یک اردن گرفتن چی کارا میکنی نزد حکومت، چی نزد مخلوق خدمت میکنی، چی مکافات میتیه، چی در گزیته ها، چی در تلویزیون ها، چی در آینه نیلیگون، چی در انشاءالله اینترنت ها نام تبراره که مشرف و ماشین شد، مشرف به یعنی اردن شد، مشرف به دلار شد. انشاءالله این نتیجه که الله ما و شما را مانده است فرمان خدا را کنی انشاءالله خدا خواهد. البته در این دنیا بخناک زندگی میکنی و انشاءالله فقط ما بلیم مکافات عالی جنت است و بهترینش دیداری الله سبحانه و تعالی است. عزیزی من انشاءالله خدا خواهد. که رسولتن من احب شیئا فاکثر ذکره، کسی که چیزی را دوست داره ذکری را بسیار میکنه. البته ما دوستای الله هستیم، دوستای قرآن هستیم، دوستای پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم هستیم، دوستای شریعت هستیم و با طبق فرمان خدا و با طبق فرمان پیغمبر که انشاءالله خدمت میکنیم. البته مکافات در پیشش. عزیزی من با خود بیا انشاءالله خدا خواهد، رو با طاعت بیار، رو با عبادت بیار، نماز بخون به نماز نشو انشاءالله خدا خواهد، نماز خون طاعت که عبادت که فرمان خدا که در این دنیا هم خارج نمیکنه و در آخرت هم انشاءالله خارج نمیشوی. بهترین انشاءالله زندگی میکنی، در خاندانت برکات ندراید. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه گفتیم من کسی که من حفیظ صلوات الخمس لوقتها و داوم علیها اکرمه الله بتسع کراماتین، کسی که 5 وقت نماز در وقتش میخونه. امروز من میشنوم زنها میگفتن که نماز زنک 1 ساعت بده است، نماز مردک نه، نماز همه یک وقت است. در وقتش ادا که از وقتش قضا کردی جزای سختی نمیگیری. کسی که دیده و دونسته نماز نمیخونی جا دوزخه. برای دواله آدم یک آیت تیره میگم سوره مبارکه ماعونه خون و نبی نماز همون آلی نماز خونه که دیده و دونسته فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. وای بر حال آنانی که دیده و دونسته نماز قضا میکنن. ولی بسیاری جوانا پولتار شده، یا مده پول زایی شد، یا مده یک ماشینچه تنکه خریده، یا خونه خدا خواهد به قوته انداخته، نمیدونم چیکار کرده. امروز بی نماز این کی داده دی پولا؟ این دنیا را کی داده؟ این مال را کی داده؟ این بچه که امروز تویی کی داده؟ از همین که سرچشمه زندگی میکنی دائم در دعا هستی. پروردگارا رب حملی از ذریتن من پروردگارا بچه که خوب دختره که خوبم ته فرزند من نکوکی میوه دیر من نگیر دعا میکنی از خدا میکنی. نه پروفسور، نه دکتر، نه مولا، نه انشاءالله خدا خود بخشی